سلام، من مشکات هستم. شاید بهتر باشه که خودم رو در حال حاضر یه هنرمند میان رشته‌ای توصیف کنم، به خاطر اینکه من در مرز طراحی، موسیقی و داستانسرایی حرکت میکنم. برخلاف خیلی از بچه‌هایی که توی تیم هستن، من خانواده هنری نداشتم و کارم رو توی مسیر هنری ادامه ندادم و مثل خیلی از آدم‌هایی که توی ایران زندگی میکنن فکر میکردم که دانشگاه رفتن و شغل داشتن تنها کاریه که میتونیم انجام بدیم و خب مسیر رو توی این سمت ادامه دادم. اما همیشه هنر رو دوست داشتم و برام جذابیت خاص خودش رو داشت. به نظر من مد فقط پوشیدن لباس نیست، موسیقی فقط صدا نیست و داستان‌ها فقط کلمات نیستن. اینها وقتی کنار هم قرار میگیرن میتونن یه دنیای جدید بسازن، دنیایی که توش صداها دیده میشن، روایت‌ها پوشیدنی میشن و مودی دقیقاً همینجا بود، اینجایی که این جهان ساخته شد. وقتی پروژه مودی استارت خورد، من دقیقاً تونستم جایی قرار بگیرم که این هنرها رو در کنار هم قرار بدم. ایده اولیه این پروژه از جایی اومد که مرسده عزیز به عنوان مؤسس برند می‌خواست کالکشنشون رو رونمایی کنه و ما با تعدادی از بچه‌های مستر کلاس یک سری ایده پردازی داشتیم و بعد از اون ایده پردازی‌ها تعدادی از ما انتخاب شدیم برای همراهی توی این پروژه و من به عنوان موزیک دیزاین این پروژه انتخاب شدم. این پروژه برای من بزرگترین چالشش این بود که ما با قانون کپی رایت مواجه بودیم. این به این معنی بود که ما باید یه موسیقی خلق می‌کردیم برای مودی که فقط برای خودش باشه و خب اتفاق جذاب از اینجا دقیقاً شروع شد. من در ابتدا یه روایت از پروژه نوشتم و برای هر بخش اون روایت یک ساز رو انتخاب کردم و بعد اون رو با آهنگساز تیم سجاد عزیز در میان گذاشتم که بتونیم اون موسیقی رو که میخوایم برای مودی خلق کنیم. مهمترین بخش این پروژه ویدیو بود. ما به ساخت موسیقی برای این پروژه مثل موسیقی فیلم نگاه می‌کردیم و روش‌های مختلفی داشتیم برای ساختش، اما چون محدودیت زمانی داشتیم ناگزیر بودیم که همزمان با اولین خروجی‌های لوک‌های بخش تیدی موزیک رو بسازیم. سبک موسیقی رو بر اساس آواتارها، هدپیس‌ها و آیتم‌های کالکشن انتخاب کردیم، ولی چون تایم ویدیو کوتاه بود ناگزیر شدیم که سازبندی‌هامون رو محدود کنیم. و در نهایت مهمترین چالشمون سینک کردن موزیک با ویدیو بود که تو اینجا یعنی ما باید تمپوی موزیک رو بر اساس حرکت‌های مختلف آواتارها سینک می‌کردیم و برای این کار با بچه‌های بخش تیریدی جلسه‌های مختلفی داشتیم و نتیجه یه خروجی که ارزش تمام این جلسات، تمام این خلاقیت‌ها، تمام فکرهایی که در کنار هم گذاشتیم رو داشت و حالا اینجا تو این لحظه همه ما خوشحالیم به خاطر تمام وقتی که گذاشتیم، تمام انرژی که گذاشتیم. شاید این ویدیو یا بخش موزیکش سلیقه همه شما نباشه، اما ما میخوایم بگیم که این ویدیوهای کوتاه حاصل تلاش گروهیه که عاشقانه در کنار هم کار کردن و یک لیدر واقعی که با اعتمادش به تک تک ما مثل همیشه و به زیبایی درخشید. ما همه آدم‌ها توی مسیر زندگیمون با احساس‌های مختلفی روبرو میشیم که گاهن درگیر همه اونهاییم، ولی به نظر من تنها یک راه برای زیستن وجود داره، اونم اینه که احساساتمون رو بپذیریم و اونها رو در آغوش بکشیم و مودی دقیقاً همونجا بود.